دوستان ما از یکمی کس برای هر یک تایشما $100 آماده کردگیان در سیرکای در کامنتر یا بدم میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یاوانی را استفاده میکنین و شما پر میکنین صاحب $100 میشین. شانسی خودتون ایدست نتین. سیرکا در کامنت. و خانم ها قصه نوبتی به خاطر شما. مرحبا. خیلی حال برادرها سال زمان شده که دیگه همه چی دستافته، همه چی نمی تلفن مگیری یا علام مگی چیزی بفارتی فکر میرن. یا دخترک بوده همه خیلی بوم کده ارگانیزمش. اینترنت و کافته موزیکی پویزفو. یا کمپانی افته اما جوان فیرو کده خیلی جوانم آمده سلام علیک کخونی داشتیان چای پای خوردیان همه 50 تا این بچه طرف عروس هم خیلی نگاه میکنه گفته من نفهمیدم چی با گفته همه خیلی دختری بزیب خوشرو شما ای فیلمی ما را استفاده میبرین اصولگاه ما را استفاده میبرین گفته من بخشاخی من یک خاصیت دارم اینمی وقتی که جوان خطی پستل برم وقتی وز مدجت شم همو زنکی ما بوی غلیج ده میکنه یکان مردک طاقت نمیکنه این گفته پرمان که من کاکراس گریپ مالی برو نمیفهمم خیلی میزنن 50 میرن کخونی 20 مینوت پس دختری تی بیچاره نگاه میکنه مردک ایتریزه بیرو همو فریده سای ها گفته سریوگا بو باز مین شید بو کده سای گفته ما برو او قیل نفهمیده سام نه که آنو تگام دو چشم سوخته گیرید با سلکه پایان درایم برادر شرطای یک بچه ای سرپستای نوشا گرفت شرطای یک بچه ای سرپستای شیر محمدی آوانیه در خدمتی مو هستای شیر محمدی آوانیه در خدمتی مو هستای سلام علیکم. در حیرت نباشید برادران این صدا همون صدای یکی از برادران ما هست که پراست نمیکویم نمیدونیم روی زمین حافظ لغت کرده نه که این دیگر است به هدو بزرگان نگفتن که ای امین جان امینی فرزند این زمینی برادرای عزیز خواهید که هر لحظه این صدای زیبا و این ایجادکار شنوید در کانال امین جان تیجه آبونه شوید به نام خدا پشیمان نمیشید. این نوبت دیگه نقل میکنیم در باره علیگرخا 3 تا علیگرخ در بین مصر تشکیلی یک روزی سیاه زندگی رفته سای گودت کرده سین خیلی صحبت ها شیرین رفته با قصه میکنن در باره بچه ها شونی میگه که بچه چکو کرسی ولی در گجا میگردن گفته بچه ما در همین مسکوه 1 تا افتا سالون شکوی دیگه یک روزی سیاه یارو دوستاش فراموش نمیکنه ملادیس دین زنگ زد که پدر یک جوراند فیرری پدر که کدوم بچه خودت چیکار کرده صابر تا بچه ما اینمی بانکیر شدگیه یک روزی سیاه دین ما زنگ زد که پدر کارو بارم سازه پول مول در کار باشه رایی کنیم ما پرسیدم که چی خیلند یارو دوستا چی خیلند همه تیجه گفت تینجان دین یک جوراند 2 میلیون پدر که کدوم 2 میلیون روبله پدر که کدوم یا نازم بچه خود چی خیلی چیکار میکنه بچه میگفته پل مسکو را کوارتیرو در اختیار شد یک زندگی شاهانه رفته دینای خرسندی رو یک جورش دی 5 خانه پدر که کده او ملادیس خیلی صحبت هم خیلی رفته 4م علیگرخ ایدر میدره دوری ساونه شتگه خیلی سلام علیک یا میگه محمود خیلی سازی تینجی خوبی چخیره میگه برادرها صحبت و شیرین رفته درباره چی صحبت کسی هیچی میگه درباره هم کار باری فرزندا بچه خود چیکار کردی بچه میگه ملادیس یا راهی نمی خیافته زندگیش رفته یا دلبیا به دین فریو کده یا 5 خانه گرفته یا دلبیا به دیگر فریو کده یا فراری گرفته با یا جوری دلبیا به دیگه داشته وای فریو کده 2 میلیون گرفته این همه خیلی کار باری زندگیش 100% رفته